8 دکامبر سال 2022 وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین موریدین که با یک سفر کاری در فرانسه قرار دارد، در حاشیه این سفرش در شهر پاریس با شاهزاده رحیم آقاخان ملاقات کرده است. ضمن واخوری جانب‌ها حالت کنونی و راه‌های تکمیل ابزار همکاری‌های دو جانبه میان جمهوری تاجیکستان و تشکیلات آقاخان اوید به رشد را مورد بررسی قرار دادند. گفته می شود در خبر کوتاه نشر شده در سامانه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان تفصیلات دیگری درباره این ملاقات و نتیجه های آن نشر نشده است. ملاقات رهبران اداره سیاسی خارجی تاجیکستان با شاهزاده ولیعهد اسدالله آقاخان در پس منظر روابط خیلی هم بغرنج بین دوشنبه و ساختارهای مربوط به رهبر روحانی اسماعیلی های جوان شاهزاده کریم آقاخان چهارم برگزار شد. آقاخان چهارم را اسماعیلی های تاجیکستان که اکثر اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان را تشکیل میدهند نیز به عنوان رهبر روحانی خود اعتراف میکنند و ارج میگذارند. روابط دوشنبه با ساختارهای آقاخان امسال در پی سرکوب بی‌رحمانه موج نو اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح‌های جنگی بازم بیشتر تنش‌آلوده گردید. در جریان سرکوب اعتراضات 10 نفر کشته و حدود 200 تن از زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. بعد سرکوب اعتراضات مقامات تاجیکستان ساختارهای مربوط به آقاخان از جمله شرکت تسل، بانک یکم میکرومالوی، مهمانخانه سیرنا، لیسه آقاخان و حتی باغ شهر خاروق را که نیز تحت نگهبانی فوند آقاخان قرار داشت تحت تعقیب قرار دادند. بار آخرین آقاخان سال 2011 از تاجیکستان بازدید کرد. بعد حوادث خونین سال 2012 در خاروق او دیگر به تاجیکستان نآمد، حتی به مراسم افتتاح دانشگاه آسیای مرکزی که در خاروق با پول فوند آقاخان ساخته‌اند. آخرین ملاقات روبروی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با آقاخان چهارم ماه نوامبر سال 2019 در پاریس در حاشیه سفر رسمی رحمان به فرانسه دایر شده بود. این یک سال بعد به مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین کردن یادگار فیض‌آب بود که او را به دلیل سالهای زیاد در ساختارهای آقاخان کار کردنش آدم رهبر اسماعیلی های جوان میشناختند. مناسبت دوشنبه با آقاخان در تیر ماه سال 2021 بازم بعد سفر امامعلی رحمان به فرانسه ایوا شد. این دفعه ملاقات او با آقاخان چهارم دایر نشد. امامعلی رحمان تنها در حاشیه یک چهاربینی یونسکو با رحیم آقاخان پسر کلانی آقاخان چهارم و شاهزاده ولیعهد این سلاله ملاقات کرد. تفصیلات آن دیدار در یگان جا نشر نشده است، ولی منابع پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز خبر دادند که امامعلی رحمان میخواست که آقاخان در مسئله بدخشان از موقع‌گیری‌های دوشنبه به ضد طالبان که تازه در افغانستان به قدرت رسیده بودند پشتیبانی کند. ولی می‌نویسد پامیر دیلی نیوز آقاخان در چنین مسائل سیاسی حساس موقع بی‌طرفی را اختیار می‌کند که این امکانش می‌دهد تا به افغانستان که در آنجا چندین میلیون نفره اسماعیلی‌ها به سر می‌برد کمک‌های بشری برساند. این نشریه می‌نویسد که معلوم نیست که صحبت امامعلی رحمان با شاهزاده رحیم آقاخان با چه انجام یافت، ولی چند بعد بازگشتش به دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان آدم آقاخان یادگار فیض‌آب را از مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برکنار کرد و به جای او ژنرال کمیته دولتی امنیت ملی علیشیر میرزانبات را به این کرسی نشاند. بسیاری‌ها از جمله در خود ساختارهای حکومتی تاجیکستان بر اینند که محض همین اشتباه کادری حلقه اول از زنجیر حادثه‌ای شد که در نهایت به خونریزی‌های اخیر در بام جهان آورد.